آیفون 15 پرو مکس تیتانیوم با این مشخصات و بررسی که براتون انجام دادم بازم به نظر من ارزش خرید نداره، چون که ریجستر نمیشه. دوربینش خیلی خوبه، ریجستر نمیشه. صفحه نمایشش عالیه، ریجستر نمیشه. چیپستش فوق العاده است، ریجستر نمیشه. خب مثال اگه میخوای بری گیم بخری، خب برو PS5 بخر. اگه میخوای بری دوربینش بخری، برو دوربین عکاسی بخر. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. این بهترین محصول اپله که خیلی ها منتظرش بودن. آیفون 15 پرو مکس. آیفون 15 پرو مکس تیتانیوم 1 ترابایت زده، ولی خب بازم تغییر آنچنانی نداشته به نسبت آیفون 14، آیفون 13، آیفون 12. یعنی کلا یک لم خاصی و شرکت آیفون داره روی لم خاصی داره پیشروی میکنه. حالا یه سری تغییرات جذابی واقعا این بار دیگه داشت آیفون 15 به نسبت مدل قبلی خودش که میخوایم بهش بپردازیم. و سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اولین بارون پاییزیتون مبارک باشه. اکثر شهرها دیگه بارون پاییزی شروع شده، ولی مراقب باشین سرما نخورین. اگه سرما بخورین راحت میرین تو 2-3 میلیون تومان دیگه. الان تو این اوضاع اگه سرما بخورین باید برین 2-3 تا سرم بزنین و میرین تو 2-3 میلیون تومان که خدا نکنه. بریم سریع به بررسی آیفون 15 پرو مکس بپردازیم. یه سری قابلیت ها، ویژگی ها و تغییرات خیلی چشمگیری داشته به نسبت نسل قبلی خودش. اپل سعی کرده که هر تولید گوشیش رو از بالاترین کیفیت خودش استفاده کنه. اولین و مهمترین تغییر این که اپل به جای پورت لاتین به پورت شارژ تایپ C تغییرش داده. دیگه با دانگل و تبدیل و اینا برای شارژ کردن یا اتصال به گوشی آیفون خداحافظی بکنین، چون که دیگه تایپ C هم کابلش همه جا پیدا میشه تو خونه ها دیگه. کلید جدید اکشن جایگزین کلید قبلی شده که به ویژگیاش در ادامه میپردازیم. آیفون 15 پرو مکس چیپستش قوی تر شده، دوربین پریسکوپیش هم 5 برابر شده و قوی تر شده. کلا یه لول قوی تر از 14 پرو مکس شده. هم چیپستش کلا آیفون چیپست و دوربینش همیشه قویه، ولی خب 15 پرو مکس سری 15 آیفون خیلی قوی تر عمل کرده. خب اینه که گفتم پیش زمینه‌ای بود در مورد آیفون 15 پرو مکس. بریم سراغ بررسی اصلی. بخش اول بخش طراحی این گوشی. طراحی پشت گوشی صافه و از شیشه مات ساخته شده. 3 تا دوربین برجسته رو می‌بینیم که در نگاه اول همون مثل گوشی‌های آیفون 14 و 13 پرو مکسه. آیفون 15 پرو مکس 20 گرم سبک‌تر از مدل قبلی خودش شده که این اولین باره به جای سنگین شدن سبک میشه. دور گوشی‌ها پخیای گردی رو داریم که حس طبیعی‌تر بودن رو به آدم میده. اما شاید بزرگترین تغییری که داشته به نسبت 14 پرو مکس و 13 پرو مکس، 15 پرو مکس به جای بدنه و متریال آلومینیوم ضد زنگ فشرده از تیتانیوم اومده استفاده کرده که یک سری معایب داره، یک سری مزایا داره. متریال جدید استفاده شده با کیفیت تر و براق‌تره. با خیال راحت میتونید آیفون 15 پرو مکس رو زیر آب ببرید، چون که گواهی محافظتی IP68 داره که کاملا ضد آبه. نمایشگر گوشی از 6.7 اینچی سوپر رتینه 120 هرتز XDR محافظت شده. کیفیتی که میبینید خیلی عالیه، به 460 ppi میرسه و کنتراست عالی و رنگ دقیق رو نمایش میده. از پخش ویدیو HDR10 و دابلی ورژن هم پشتیبانی میکنه. برید دیگه قسمت بالای صفحه نمایش که قرصی شکل هم هست، دوربین سلفی و اسکنر سه‌بعدی و فیس آیدی رو توی خودش جا داده. حداکثر روشنایی صفحه LCD 15 پرو مکس روی حالت دستگیر چشمگیر تا 850 نیت و روی حالت خودکار تا 1800 نیت قابل افزایشه. اپل خیلی بهش توجه میکنه. 120 هرتز واقعیه که به نرمی تاچ کنی و لذتشو ببری که همینم برای کاربرای آیفون پسندش فراهم کرده. 15 پرو مکس 2 تا اسپیکر با کیفیت زیر خودش داره که فوق العاده زلال هستن این صدا. آیفون 15 پرو مکس رو میتونید 256 گیگ، 512 گیگ و 1 ترابایت تهیه کنید که همچنان بازم مثل گوشی قبلی خودش آیفون رم نمیخوره. 4 تا قابلیت جدید توی صفحه قفل ایجاد شده که توی شورتکات ها و اعلان ها و چراغ و دوربین رو ما داریم. توی برنامه تاریخ و تقویم همیشه حالت افقی فعاله که توی حالت شارژ شدن هم میتونی فعالش کنید.
توی iOS 17 حالا این صرفا ربطی به آیفون 15 و 15 پرو مکس نداره، کلا توی iOS 17 میتونی وایسی که میگیری، متنی که داری، در واقع اون فایل ذخیره شده تو میتونی کدگذاری کنی و رمزگذاری بکنی مثل حالت دسکتاپ کامپیوتر، که این گزینه به نظر من خیلی گزینه مهمیه. گزینه اکشن مود رو میتونی فعال کنی و یک سری ویژگیاش استفاده کنی. حالا در مورد تایپ سی بودن شارژر آیفون 15 و 15 پرو مکس بخوایم صحبت بکنیم، از قابلیت USB 3 داره پشتیبانی میکنه، یعنی سرعت نقل و انتقالاتتون به حد اکثر خودش میرسه، یعنی بالاترین سرعت رو بهت میده. حالا بخوای هارد بهش وصل بکنی، بخوای تبدیل بهش بزنی، فلش بهش بزنی، بالاترین سرعت رو بهت میده. میتونی کابل تایپ سی بزنی و تصویر گوشیت رو بندازی روی مانیتور، تلویزیون یا هر نمایشگر دیگه که یک خروجی با کیفیت 60 فریم 4K هم داشته باشی، چون که نسبت تصویر مطابق با گوشی انجام میشه. همچنین برنامه خاصی مثل نتفلیکس رو میتونی با خروجی تمام صفحه پشتیبانی کنه. حالا چیزی که کاربرای آیفون همیشه ایراد داشتن و کمبودش رو حس میکنن این بود که هیچی نمیتونی وصل بکنی به آیفون، ولی به اندروید میتونی وصل کنی. حالا تایپ سی شده، USB ش فعاله و اینی که میتونی کیبورد بهش وصل بکنی، کیبورد وصل کنی، کیبورد وصل بکنی، مویس بهش چیزی که کاربرای آیفون همیشه ازش بیزار بودن و اینه که کمبودش رو حس می‌کردن توی اندروید بود، توی آیفون نبود، اینه که هیچی نمیتونی وصل بکنی به آیفونت. حالا این USB ش فعاله و تایپ سی هم هست، میتونی کیبورد وصل بکنی، مویس وصل، اصلا کاتش کنیم مزل بگیم تو دهنم نمیچرخه. 2000 years later. چیزی که آیفون همیشه کمبودش رو حس کردن به نسبت اندروید این بود که هیچی با آیفون وصل نمیشه. حالا این USB ش فعاله، تایپ سی هم هست، میتونی موس بهش وصل بکنی، کیبورد بهش وصل بکنی و اینی که اون پویا بودن و اینترفیس رو باش داشته باشی، چون که آیفون هیچی بهش وصل نمیشد و خیلی واقعا سخت بود. آیفون 15 پرو مکس از چیپست A17 پرو داره استفاده میکنه. چیپست گرافیک آیفون 15 پرو مکس به شدت قوی تر شده، ظاهرا 4 برابر سرعت مبتنی بر نرم افزار گوشی هم قوی تر شده از نسل قبلی خودش که از تراشه A7 بیونی که آیفون 14 استفاده کرده بودن. در تست گرافیک بخوام لیست عملکردش رو بدونیم، از لحاظ CPU GPU تا 10% بهینه‌تر شده به نسبت 14 پرو مکس. میخوای یه کاری کنم بری رو برگا، پاییزم هست، خش خش بکنی برگات بریزه؟ بازی کنسول پلیستیشن 1 پلیستیشن 2 به خصوص پلیستیشن 2 رو کاملا میتونی با آیفون 15 پرو مکس بازی بکنی. الان شاید خیلی‌ها یه سری‌ها بگن خب مثلا دارم میگم تو بازار، تو مارکت، تو اینترنت دانلود کردی مثلا رزیدنت ایویل بازی کنی. نه، اون رو شبیه ساز بوده، کیفیتش رو آوردن کنید با تمام کیفیت و قدرت و بدون لگی تمام بازی پلیستیشن 2 رو میتونی رو آیفون 15 پرو مکس بازی کنی که محشره. یه لایک بزن زیر ویدیو، بریم سراغ ادامه بررسی این غول تیتانیومی از اپل. آیفون 15 پرو مکس از باتری 4441 میلی آمپر در ساعت داره استفاده میکنه که یک کمی قوی‌تر 14 پرو مکس شده باتریش هم. حتی آیفون 15 پرو مکس روی حالت استندبای 118 ساعت دوام میاره باتریش که خوب عمل کرده به نسبت. یه مشکل بزرگ داریم که آداپتور و شارژر ما توی جعبه آیفون 15 پرو مکس نداریم، جدا باید بریم حداقل 2 تومن 3 تومن بدیم شارژر اصلیشو بخریم و از توان 20 واتی هم داره استفاده میکنه. شارژر 20 واتی آداپتورشو باید بخری بیاری استفاده بکنی که تقریبا با همین شارژری که 20 واتی میخری 0 تا 46% شدن گوشیت یه نیم ساعتی زمان میبره. بریم سراغ دوربین. از یک دوربین 48 مگاپیکسلی، یک دوربین 12 و یک دوربین تلفوتو ضریب 5 بار زوم 12 پیکسلی و یک اسکنر 3 بعدی تشکیل شده. قطر و اندازه و ضخامت دوربینا یک کمی بازم بزرگتر و ضخیم‌تر از 14 پرو مکس شده. عکسی که در طول روز میگیره خیلی عالیه، بدون نویز و کنتراست بالا، رنگ‌ها طبیعی به نظر میرسه، حتی بعضی جا هم رنگ‌ها معمولیه ولی با کیفیت. لنز آیفون این امکان رو بهت میده که از فاصله کنونی 28 میلیمتر و 35 میلیمتری هم عکس بگیری. حالا زوم 2 برابری رو بررسی کنیم. این عکس‌ها همیشه خروجی 12 مگاپیکسلی دارن و جزئیاتش هم کافیه.
عکاسی در شب با 15 پرو مکس هم به صورت خودکار یک کمی روشن‌تر میکنه عکس ها رو که جزئیات خیلی خوبی رو به ما میده و وضوح عالی و بدون نویزی داره. لنز آیفون این امکان رو بهت میده که از فاصله کنونی 28 میلیمتر و 35 میلیمتری هم عکس بگیری. حالا زوم 2 برابری رو بررسی کنیم. این عکس ها همیشه خروجی 12 مگاپیکسلی دارن و جزئیاتش هم کافیه. عکاسی در شب با 15 پرو مکس هم به صورت خودکار یک کمی روشن‌تر میکنه عکس ها رو که جزئیات خیلی خوبی رو به ما میده و وضوح عالی و بدون نویزی داره. با آیفون 15 پرو مکس میتونی با تمام دوربیناش فیلمبرداری 4K 60 فریم رو انجام بدی. آیفون 15 پرو مکس تیتانیوم با این مشخصات و بررسی که براتون انجام دادم بازم به نظر من ارزش خرید نداره، چون که ریجستر نمیشه. دوربینش خیلی خوبه، ریجستر نمیشه. صفحه نمایشش عالیه، ریجستر نمیشه. چیپستش فوق العاده است، ریجستر نمیشه. خب مثال اگه میخوای برای گیم بخری، خب برو PS5 بخر. اگه میخوای بری دوربینش بخری، برو دوربین عکاسی بخر، چون که ریجستر نمیشه. ولی بازم خیلی اصلا عشق آیفون هستن و فن آیفون هستن، دوربین رو میخرن. اگه هنوز من رو دنبال نکردی میتونی دکمه سابسکرایب رو بزنی که ویدیو بعدی من رو دست ندی. یه لایک هم حتما بزن زیر این ویدیو. تو ویدیو بعدی میبینمتون.